سلام خدمت همسفران گرامی، شما عزیزان رو به بازدید از قسمت پایانی کاخ گلستان دعوت میکنم. تا انتها با من همراه باشید و با لایک و کامنت این پیج رو حمایت کنید. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی مقداری اساسی ارزشمند و گرانبها برای شاه ایران فرستاد. در آن هنگام تقریباً همه کاخ‌ها و تالارهای سلطنتی با تابلوها و اساسی متعدد آراسته شده بود. از این رو ناصرالدین شاه تصمیم گرفت که در گوشه جنوب غربی محوطه کاخ گلستان که سابقاً محل کلافرنگی یا برج آقا محمد خانی بود، کاخ جدیدی بنا کند. بنای ساختمان موزه مردم شناسی کاخ گلستان در سال 1308 به دستور ناصرالدین شاه قاجار در اواخر سلطنت او ساخته شد. پس از اتمام بنا ناصرالدین شاه دستور داد قالی بزرگ سلطان عثمانی را در تالار روبروی هم نصب کنند. تعدادی از تابلوهای رنگ روغن بزرگ از صورت پادشاهان و ملکه‌های کشورهای مختلف در تالار مذکور نصب شد. بدین گونه تالاری با شکوه و در خور پادشاهان به وجود آمد و آن را تالار عبدالحمید نامگذاری کردند. فرمان تأسیس این موزه در سال 1314 شمسی توسط رضاشاه پهلوی صادر شد. در سال 1344 به سبب تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی در ضلع غربی و نیز طبقه پایین ساختمان تغییراتی به وجود آمد. این بنا در سال 1347 به موزه مردم شناسی اختصاص یافت. در سمت جنوبی محوطه باغ گلستان بعد از عمارت بادگیر عمارت الماس قرار دارد. این تالار در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است و در زمان ناصرالدین شاه بازسازی در آن صورت گرفته است. این تالار به دلیل آینه‌کاری‌های داخلش به عمارت الماس معروف شده است.